زب بودی؟ اوکی. خیلی خشونده به گپ خودمونی دیگه مهمون ایرازمو بی‌نظیره که یک شغلی وش هستی که بیشتر آقایون من شغل انتخاب کنه تو خانومی ها، ولی خب بی‌نظیر این شغل انتخابش کرده. من ازش بپرسیم که چرا این شغل انتخابش کرده. سلام بی‌نظیر، خوبه؟ یک بیوگرافی نم اگر به از خود هاده بیشتر بشناسید. سلام، مرسی که ما دعوت تو کرده به برنامه‌تون. خیلی باعث افتخارمه. ما بی‌نظیر زمانی هم 32 سالمه. تحصیلاتم هم خب ما 2 تا رشتم خواده. رشته اولم حسابداری بوده و رشته دومی که انتخابم کرده ادامه تحصیلم حقوق بوده و اینکه مجردم و در خدمت شما. خیلی ممنون، خیلی خشندسی، خیلی ممنون که دعوت ما قبول تو کردی. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، من از حامل این برنامه نا کلینیک تغذیه و تناسب اندام شکیبا مقدس تشکر بکنم که حامل این برنامه نا باشید. اگر تو نه باشو در ارتباط بی پیج داخل کپشنم نده و ایسه مشاوره در زمینه چاقی و لاغری یا با استفاده از دستگاه لاغری تو نشابه ازش مشاوره بگیرید. خب بی‌نظیر واگردم با بحث خمو سوالو منده شروع بکنم که تعریفت از کار داخل محیطی که کاملا مردونه چه و دید مردم نسبت به شما چه تعریف بوده داخل این کاری؟ خب ما سالی که وارد این کاره بودم حس کت زمینه خودرو ته منطقه خمم مخصوصا خانم کرشیه که خب ما اولم کارمند بستم، کارمند نمایندگی صاحب‌های خنج بستم پیش آقای کمالی کرمه کرد. درسته. میگو که هادام سال اولی که وارد این کاره بودم خیلی سخت داد برای ما، برای یک دوتی که از دانشگاه تا سن 22 سالگی وارد این کاره بوده. یک کاره اولا بسیار بسیار سختیات، چون کاره خرید و فروش خودرو یک کاره واقعا مردونه، یعنی هر کسی هر خانومی به از پسش بر بیا. درست. و کار تخصصی نیه؟ بله خیلی کاره تخصصی نیه و خب قضاوت هایی هاد. بعد ما از شروع کردم ته اینستا و ته سوشال میدیا فعالیت مکه. درست. خیلی مورد تمسخر، قضاوت و این دو چه یا قرار مگلت، اما خب باش کنار اوندم، یعنی سخت هاد، خیلی هم سخت هاد، ولی باش کنار اوندم اوکی بودم. اولش برای ما سختیش تیناد که یک دوتی آدم که هیچی میانز هیچی، یک دوت حالا درست نمیگم، یک دوت واقعا نازک نارنجی و از این دوتیا که شنگود برای چه شد ابروی ما گیری خش هستن. بعد وارد یک دفعه محیط خیلی مردونه‌ای بودم، خشن، پر از چالش، پر از تنشن کردن شدید. درست. با آدمیایی که هر کدوم یک اخلاق و رفتار به خصوصی شهاد. خیلی سخت داد، اما از یک جای تصمیمم گلید که بی‌نظیر تو باید بپذیره که قرار نی هر چی که تو گتابه، قرار نی هر اتفاقی که افته مطابق میل تو بفتی. درسته. و همین پذیرفتنه درک کردایی باعث بود که ما به خون برم و این کاره مثل راحت تعابه، یه خورده خود قوی تا بگلم، یه خورده اون روحیه لطیف خانومی که یک دوت و یک زن نشسته یه خورده شو کم تکنم، یه خورده بنسان با لرد دیگه من محیطی هم واقعا نیازم بوده. البته خب هر کار جدیدی چالشه خوش همش هسته، ولی خب کار شما که داخل یک محیطی کاملا مردونه‌ای بوده، آره میرم داخل من سالیان واقعا کار پرچالشی بوده و به تو واقعا تبریک میگم که تو شاوده از پسش بر بری. ممنون. خب بی‌نظیر بده که من واگردم و قبل تا که دودگوت که کار کارمندیم بوده و یعنی از بپرسم که چوب بعد از 8 سال تصمیم گرفت از کار کارمندی استعفا ده و یک شغل دیگه انتخاب بکنه. ما همیشه اگم که رهرو آن نیست که گی تند و گی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. چرا که نه؟ باید از کار کارمندی از صفر شروع مکه که برسم به یک جای براته، آهسته آهسته پله پله آدم باید به اون چیزی که اهدافی که هسته برسی. اما با این تفاوت که سعیم یک 8 سال زمان ببر، زودتر بخومتوندم، زودتر تصمیم مگلت و سه آیندم که لپای خون وایسام، ریسک بکنم، از ترسم بگذرم، زودتر شروع مکم. یعنی به نظر شما
کار تخصصی شروع کرده بهتر از کار کارمندی نمو به یک مقایسه ریزی بکنیم یا نه؟ قطعا آدم لغ پرخوش وایسی به نظر شما بهترنی؟ آدم بس از نظر شما بدونم. بله قطعا بهتر، چون که تو بالاخره به قول معروف اگه که زندگی هزینه‌ش هسته. کارمندی واقعا شغلی نیست که یک بخور نمیریه، چیزی نیست که تو به چشم یک زندگی لوکس و خوب بهش چشم بکنه. زندگی ایندهیه که تو باید لپای خود وایسه، باید از یک جای تصمیم بگیره که به قول معروف قبلا شو نگود آقای خود به، ولی ما اگه الان اگه خانم خود به واسه خود کار بکنه. درسته. البته با احترام به تمام شغلی‌ها، همه شغلی‌ها محترمید، فقط صرفا ما نظر شخصی مو بودن. اگه واگرده و قبل بازم شغل کارمندی و انتخاب اکنه یا نه؟ بله قطعا انتخاب اکنم. مسیر کارمندی مسیر از صفر شروع کرده است، ما بسیار جذابات. ما واقعا یک دوتی یادم که 22 سالگی چنان کارمند بودم، واقعا خام آدم، واقعا بی تجربه آدم. کارمندی یعنی از این صفر شروع کرده، ما گاد شاکه، ما پخته شاکه. بی نظیری که الان انگوایی با شما صحبت کرده، یک بی نظیریات که از زیر صفر شروع که از کلی چالش و مسیری که واقعا سخت داد، تیکری که یک شغل تماما مردونه، تماما اشخاصی که ما بیشترین باشون کرمه که مرد داده از پسش برامه و اشابو. کجا تو گفت کارتون کردی؟ ته شرکت سایپا، ته نمایندگی سایپا. این از صفر شروع کرده برای ما بسیار جذابات و خدا رو شاکرم که ما ته مسیر قرارش نه، چون کار بسیار بسیار جذابیه. درست. البته خب هر شغلی هم به هر حال دیگه سختنیه خوشش هست. بله قطعا. چرا با اینکه داخل خونج همین که خو دانیم اکثرا یا مهاجرت کرده از ایران چده یا از حداقل از خونج چده داخل شهر گوتا زندگی کرده. من بدونم که چرا تو نچسته شد به نظر شهر گوتا دست بهتری بود شغل دیگه وشد بهترش داخل پیشرفت بکنه؟ بله قطعا بهش فکرم کرده که مهاجرت بکنم و چون کشور دو از خونج و چام همه اینیا در پس زمینه زندگی ما فکرم حتما بوده و هنوزم. اما چیزی که هست اینه که با این تفاوت که ما خونج واقعا یک زندگی عالی نیمه، یک شغل خوبیم ها، مردمی که ما مشناسه تو به ما لطف شو هسته، خانواده‌ای که ما در کنارشون واقعا احساس خشیم هسته، ساپورتیوت، مردمی که تخون ساپورتم کرده از نظر شغلی، اعتباری که تا این منطقه ما دست آورده میگه شب راحت و ونسام چم. ولی قطعا بهش کردم بدونم یک روزی مسیر پیشرفتم جای دیگه، چرا که نه با دل و جو قبول کنم و پا نسم شه داخل اچم. امیدوارم موفق به و بالاخره هر جا یک چوب خطیش هست دیگه، فهمی به قولن انگار دیگه چوب خطش پر آباده و دیگه بله. جای پیشرفتی شی نیست آدم شاشه. ولی ما اعتباری که دست آورده داخل همه منطقه دست آورده، بین همه مردم دست آورده. خیلی سخته که ما اینگو راحت ولش بکنم چم، اما گفتم که مسیر بازه واسه هممون. آدم باید همیشه این دیدش به که او چه جای گتای واسه آیندهش پیشرفت موفقیتش ادامه آده. ولی خب از خونجکادا هم خیلی سخته. البته هر جامعه چند واقعیه دلتنگه واقعا، یعنی هر که مثلا مهاجرتش کرده، خب خودمون نه خودمون زیادت که کشور دیگه زندگی اکنید، از هر کدومشون بپرسه اگه هیچ جا خونجیه بید. درست. واقعا هیچ جا خونجیه بید. یا بالاخره چگاه شهر خومونه و جایکش داخل دنیا دسته. بله. خب بی‌نظیر تک شهریه که بده معمولا دغدغه‌ای که خاله زنک بازی و حرف اندازته و این حرف زته و اینیا معمولا خیلی زیاده. بله. یک سوالی که داخل ذهن ما بود که بپرسم اینه که تا حالا از حرف مردم ضربت خورده، مخصوصا داخل شهری که همه یک دو شناسده، هم یک داخل خیابونی هم آدم رد ببه ادانت که مثلا فلانی کیه و اینیا، چون زندگی داخل شهرت چطوری بوده؟ خیلی پرچالش، خیلی سخت، خیلی سخت، چون که ما زمانی که
وارد این کره بودم، خرید و فروش خودرو بودم، گفتم که تی منطقه حس کنه ما آدم و یکی از همکارای دیگه‌مون که تی هم مجموعه خودمون کرشکه، یعنی عملا غیر ما دوتات زمینه خودرو حس که فعالیتش یکه و ما تنها دو یادم که تی منطقه خودمونی، لارستان، بستک، حتی بندر عباس، تنها دو یادم که تی زمینه خودرو تی اینستا فعالیت چکه و خرید و فروش چکه. خیلی قضاوت بودم بیش از اندازه، قضاوت بودم بابت عکس ندا، قضاوت بودم بابت فیلم گلتو از ماشین، بابت هر چیزی مسخره بودم خیلی زیاده. این که گفتم اصلا یه چیزی گفتم یه چیزی شنفته ای شما، اما ما اصلا برام مهم نهاد، چون حرف مردم مثل همه هسته، فرق یکو شاه به شاه سرباز به هیچ فرقی یکو. اما نادیدم گلت واسه هدفم تلاشم که کلی کانال تبلیغاتی تی اینستا و واتساپ و تلگرام واسه خم فعالم که بسیار فروشمون بو برا چشم نکه که دیگران گوتت او این دوته خرید و فروش ماشین کرده، خود آقایون سر و کراش هسته. فقط دیدم ایناد که مگود که قضاوت و دید مردم واسه پول درست یک واسه پول یتاری درسته. یعنی اگر ما مگود که او این فلانی گوته که این دوته خرید و فروش خودرو کرده یا فلانه و بسانه، عملا موده هیچ کریم نیاد اگر به این قضاوت چشمکه. دقیقاً درست. همیشه اگه مگم که قضاوت مردم، دید و نظر مردم واسه ما پولیتاری هزینه زندگی برای درست با تلاش بکنه دیگه، باید قید این نگاهی و دید دیگران بزنه. دقیقاً. حالا هر شغلی به هر کاریود به من قضاوتی و این که من حرف بزنه و این اصلا اونگار یک چیزی که طرف خون خیلیشون خشت تو که ونت راجع به بقیه حرف بزنه، نه مخصوصا یک کمی یک کمی متفاوت تبه یک شغل متفاوت تایوش به بیشتر گرد خود چشت و راجبش حرف بزنه تو اینیا. ولی خب شاید همون چیزی که وای گفتو بعضی وقتا فکر کنی که یک کاری واسه خود انجام داده، ولی در عمل وقتی چشکنه فهمه که شاید خیلی جهت دیگه هم اندسته آسونده تو کرد دسته بقیه، خیلی رأی اندسته هموار تو کرد دسته بقیه. این همه الان که خودمون به قولن تو چند مدت قبل به خاطر یک عکس داخل اینستاگرام ندا شاید خیلی قضاوت واسه که وای مثلا بی‌نظیر زمانی تو دیده مثلا دی عکسش داخل اینستاگرامش ندینیا، ولی الان به خاطر همینیا که نادیدت گلته و خیلی کسی دیگه که از این دوچیا گذرشو کرد و نادیدشو گرفته، الان خب خیلی راحت وامینگا با هم دیگه حرف زدیم و برنامه رو پخش شوی و هزاران نفر دیگه هم ببینید و پیشرفت به نظرم بود ذره ذره اتفاق بیفته، خیلی نبود عجله همش داخل بکنه. دقیقاً همین داره و این که ما همیشه این حرفی که شما زدی همیشه اگم که ما بود شکنم، ما همیشه جاده باز کنم، همیشه مسیر ما میچ کاری که دیگران ترس شو هسته انجاماتت ما زودتر چون انجام شدم. اتفاقا یکی از چیزیایی که بی‌نظیر باهاش شناخته به و دیگران ششناسه بی‌نظیر از این جهتا اینه که بی‌نظیر شهامتشه، جسارت انجام یک کاریش هسته. به قول شما گفتنی شما دقیقاً راه باز رکنین که دیگران بعد ما و تو بینه همینگاه با هم دیگه حرف با هم دیگه گفتگو بکنه. خیلی چیزها دیگه بالاخره راحت تر قرار بوده حالا به شوخی با بچه‌ها آگیم داخل برنامه مگه دمادگرم، ولی باید واقعا تو بگم دمادگرم که این مسیر پرپیچ و تاب چسته واقعا ممنون. خب یک چه کمی سواله کری بپرسیم بشم چه کریه نیا. بعد یک سوالی که همیشه است خم هسته اینه که خرید و فروش خودرو واقعا درآمدش مقداری هستی که بقیه از دور فکر کنن، چون بقیه به نظرم فکر کنن که خیلی درآمد زیادی روش هسته و حاشیه سودی زیادی روش هسته خرید و فروش کرده. بس نظرت بدم. قطعا همین داریم، درآمد خوبیش هسته، ولی باید اینم در نظرت بارز به که ریسک معامله زیاده، تنشن زیاده، استرس زیاده، خواب من سرمایه‌ای که تو زمینه خودرو اونده سرمایه گذاری کرده، اونده کار کرده زیاده. یعنی تو باید این در نظر بگیره که اگر یک سرمایه‌ای نداد تو فکر کرده سود زیادی این طرف شگیرنده این دی هم نی، خود تو یه سرمایه خوابش هسته بشم ارزش شورکو من خوابه بر من سودی که شما رسنده. کار خودرو پر درآمده، کار خودرو سود خشیش هسته، اما تنشن، اعصاب خوردی، استرس،
زیاد شه. درست. کاری نیست که بگه که او چقدر درآمدش هست اچم تین کره، نه اینجوری نیست. حالا تو جایی که بالاخره گذرم به این کاری افتاده سه ماشین خریده و ماشین فراتو بوده، ولی همانگاه مدده که کاری واقعا تخصصی نیه و اگر یک کمی چندان یک ماشینی بیا که سندش مشکلش بیا یا هر مشکل دیگه ایش به رنگ مثلا شو ذات از جای بی رنگ ته بفرشه تو اینیا یک دفعه بین یک ضرر خیلی گتی با متحمل بده. درست. خب من داخل یک موقعیتی قرار دادم و نظرت رو بدانم راجع به یک داستانی دارم. شاید خودتو ونسه جای یک پسی که الان داخل این جامعه نوایی زندگی کرده، به نظرت بزرگترین چالش یا سختینی که پسیاشو هسته چیه؟ پسیاشو هسته؟ الان خودتو ونه جای یک پسی، الان یک پسیه. خب چه چالش و سختینیشو هسته به نظرت؟ از دید تو؟ پس خودمونی یا کلا پسیا؟ بذار محدودتر کنیم خمونی. پس خمونی اولا این که باید به این فکر بکن که با هم همیشه اگه پسی که متولد بوده ای حداقل کامش یک خونه، یک ماشین، یک زندگی معمولی به این دنیا بدهکاره. یعنی تو باید از زمانی که شروع اکنه گتبه به بلوغ رسه فکر این اکنه که به دست به یک کاری بزنه، تو عملا یه بدهکارین زیادت هست. تو باید اول این بدهکارین صاف کنه که من بدهکارینی هم مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که درگیر قضاوت دیگران نبه، درگیر فرهنگ و سنتی که تی یک جامعه کوچیکی محسن نبه، درگیر این که دیگران چه نگاهی به تو هسته نبه، فقط تمرکز و جلو به. ولی خب متاسفانه پس خودمونی یه خورده شرایطش سخت‌تر از جای دیگه، چون باید متفاوت به نسبت به پسریای پسیای دیگه. واقعا یانم نظرم راجع به پسیا چیه؟ واقعا نظرم یانم به نظرم چالشی پسیا، حالا شما از نگاه خودت گفت خیلی بیشتر از این حرفی‌های و به قولن چون که این یک منطقه خوب یک منطقه‌ایه که تفاوت طبقاتی خیلی زیاده، اختلاف طبقاتی در واقع، و همه از یک پسی انتظار شده است که چون اون پسی به که مثلا سوار فلان ماشینی یا مثلا فلان زندگی سه حالا خانواده یا سه همسر که وش هستی یا شاید در آینده ازدواج بکو من شرایطی ایجاد بکو. حالا ما بیشتر راجع به چی صحبت که و این همیشه این فشارشون لو هستی که ما الان مثلا من ازدواج بکنم از قبل من چه که انگار بدهکاره یک خونه خوبی، یک ماشین خوبی و کار حداقل خوبی، درآمد خوبی وجبه که وجبه شما به تازه به این فکر بکن که ازدواج بکن. حالا این یکی از دغدغه‌ها شد که حالا طبق چه که خودت گفت ماندم گفت. بله درسته، ولی به نظر ما بازم برگردی به همون قضاوتی و دید دیگران که شما گفتی که مردم گفتی فلانی از تو بهتر یا فلانی فلان ماشینش از تو نیسته. چرا باید مثلا ما مثل بقیه بام؟ چرا ما باید مثلا مثل فلانی بام که ماشینش فلان ماشین خارجیه، فلان ماشین سواره، فلان خونه‌ش توایی؟ هر کسی به اندازه توان خوش. اگرش بشه به آدم این نظر دیگران، دید دیگران، قضاوت دیگران از زندگی خوش حذف بکو و با اون چیزی که هسته حالش خشاکو هم به آرامش درونی ارسی، همین که باعث به که تو آهسته به اون چیزی که تایی، حتی بهتر از اون کسی که شما مثلا طرف اون دیگه که خونش هم ماشینشه تا هم به اون چه یرسه. درسته. قرار نیست که آدم یک شوه به اون چیزی که شای برسی. البته با تو موافقم، ولی به همه سادگی هم نیست. خیلی قرار نیست که مایی که 30 سالم به ماشین و خونه برسم. یکی ابنه باشش هست شده عبا برا، ولی مایی که قرار از صفر شروع بکنم قطعا هم یشت 30 سالگی صاحب خونه و ماشین ببا. امیدوارم هم به قولن یک جیری به در آینده که حداقل این قضاوته و این چالشیایی که هسته حداقل حالا پسیا منظورمه واسسته وچه در آینده. یبه امکانش نی واسسته وچه. امکانش. کم تغییر اکو. تغییر تو دیگه نه. ما دیگه نه. تغییر از خودته. قرار نیست که تو وین سب بکنه که دیگران حالشون خشا به دیگران قضاوت وینست والا تو بینه والد. تو نظر دیگران برات مهم نبه، ما باید نظر دیگران برام مهم نبه. وگرنه ما خود این سن به 32 سالگی نما ورگردی، سنی که شما تو هسته ورگردی نه.
خیلی ممنون که سپارت اول اپیزود گپ خودمونی با بی‌نظیر عمره ما بودی. اگر تو نه ویدیو کامل این اپیزود رو ببینید تنشابه از داخل یوتیوب چش بکنی، اگر تو نه پارت ببینید تنشابه از داخل اینستاگرام چش بکنی و اگر تو نه فایل صوتی شو هم تو بارز به تنشابه از داخل کانال تلگرامو دسترسی تو به که لینک همه اینه که اینگوت هم داخل بایو پیج من هست. خب خیلی خوشحال نیستی به پارت دوم صحبت ما با بی‌نظیر. همین که قبلا اون گفت سود حامل این برنامه اینا کلینیک تغذیه و تناسب اندام شکیبا مقدسه که تو نشابه برای مشاوره هم به صورت حضوری هم به صورت آنلاین باشو در ارتباط بی پیج هم داخل کپشن انسام. خب بی‌نظیر بده که ما از دوست و رفیق و رفاقت و اینیا شروع بکنیم. سوال پرسیده تو دور زمانه‌ای که دوست و رفیق نیا یکم انگار از واقعی بودن به دور آباده و انگار که دوست و رفیق واقعی به اون صورت نه تا مثلا وجودش نیست ولی خیلی کم آباده. کسی هست که همیشه چلو حساب بکنه؟ ما دوسته بسیار بسیار خوبم هسته، همکاری بسیار بسیار خوبم هسته، اما اگم به بهترین دوستم بگم که کی که مشابه هر موقعی بهش رو بیام باش حرف بزنم و هیچ موقع قضاوتم یک و هیچ موقع همیشه حمایت مکو یک جورایی ننمه. یعنی همیشه تن رای که ما شروعم که گفتم که قضاوت خیلی یاد، حرف خیلی یاد، تنشن کری خیلی یاد. تازه چه سودم سره کرد میاده که انقدر فشار کری زیاد داد، انقدر محیط برام ناآشناد که وقتی اتوندم از سر کر برگشتم با خونه گیری خش هستم. نه مگه نه مون نشابده اوچم سراغ این کره، اون نشابده این کره ادامه آتام با روحیه ما سازگار نی. اما همیشه هی ساپورت چکردم، همیشه هی حمایت چکردم. یکی از بزرگترین نعمتیام، یکی از بزرگترین کسیایی که همیشه ما حمایت چکه و پشت ماد واقعا ننم و بام. البته سلامت بد. مرسی. واقعا پدر و مادر داخل زندگی یک نعمت خیلی بزرگیه و مخصوصا پدر و مادریایی که حمایت تکنید داخل این جامعه اینو که الان جوونیا واقعا نیاز به حمایت خانواده‌شون هسته، مخصوصا تو شهر کوچیک. حالا هم شهر کویده به نظرم هم شهر گات و داخل شهر کویده اتفاقی کمی به نظرم کمتای خانواده‌ها کمتر بچه‌هاشو حمایت تکنید و کمتر به فکر آینده، نه که به فکرشون نیتا ولی ما حمایته چه از لحاظ روحی بشته منظورمه. از لحاظ روحی نه کمی نسبت به جای دیگه به نظرم کمتر داخل منطقه خودمون و این یک امتیاز خیلی مثبتی بوده سه شما که خانواده تو این واقعا ما گفتم که ما مشابه به جرئت بگم یکی از نعمتیام همین داشتن پدر و مادر و خانواده ساپورتیو، کسی که حمایتم کرده. کاکای گپه ما همیشه شما اگه چگوت بین از چه جلو دوربین مترز از اینکه دیگران در نظرشون در مورد تو چیه مترز، قضاوتی ها مترز و خدا رو شکر که یک محیطی که به قولن همه سنتیه، فرهنگی خورده بسته، شهر کوچیکه، این بزرگترین نعمت یاد که شاید شامل حال ما بستود که اون بشابه توی یک خانواده رشد بکنم که همیشه حمایتگر باست. واقعا ما اتفاقا به هر که عرصام ننوایی کسی بدانم دو توش پسوش توی یک سن رشدیه شگم که سعی بکنی هر کاری که من شخصا من جوون و شعه انجام آده فقط شما از پشت حمایتش بکنی، پشتش بگلی، جایزی میشخه دستش بگلی، بلند شاکنی. یک خانواده، یک پدر و مادر فقط ششابه همین کریا بچوش بکو، نه اینکه محدودش بکو، بگین کره مکو چون دیگران گوتت بده، چون دیگران نظرشون متفاوت با نظر شما. دقیقاً. به نظر تو فشار دوتیا داخل جامعه خودمون بشته یا پوسیا؟ هر دوتا، ولی دوت بشتن. دلیلش هم تشامه بگه. دوت علاوه بر این که خب یک دوته جد محیط بسته، مخصوصا خب شرایط سخته، شهر کوچیکه، قضاوت ها بسیاره، تو خب یک کار مردونم هم هسته دیگه
و اینکه تو با مرد تعاملت، با مرد نشست و برخاست، با مرد معامله کرده. خب همین که تو 2 کلمه بز به ته شهر ته محیط کرد با یه آقا صحبت بکنه، تعامل بکنه، باید به هزاران نفر جواب پساته، باید به هزاران نفر بگه که این آقا جان چیزی نی، محیط یا کار ما یک کار مردونه‌ایه، باید به شونه یک مرد فعالیت بکنم. خب دید بسته دیگه، شهر کوچیکه، هنو جان افتاده، هنو دود به این دید بهش نگاه اکنید که باید ازدواج بکو، باید خونه بینی، باید افته و مهته و نبینی، باید تی محیط دار کرنه کو، دو جنسوش ظریفه، دو جنسوش نحیفه، اوشیه شو به از کر مردونه بر بیا، با وجودی که 1000 بار دوتیا و از خانومیا ثابت شو کرده که شو نشابه. نگاه ایرازی ها یک ویلای کارکرده جنسیتی تقریبا از بین چده دیگه. نه هنوز محیط نه نمیتونم که از بین چده کاملا، ولی خب اصلا خیلی دیگه عادی و بوده یک جوریایی که خانم مثلا کار کرده یا آقای کار کرده، حالا داخل شغله مختلف. بله. ولی خب باز گفتم یک سری به قولن همون قضاوت‌ها یا چالشی‌هاش هست، یعنی یک چالشیه که هیچ وقت به نظرم از بین یچه و همیشه هم بودمانی دیگه باید خوب ازش بگذریم داخل این زمینه. حالا که بحثیامون یک کمی خانوادگی وابو، مثلا سوالات بپرسم که اگر یک خواسته از خانواده‌ت هات که دلت از همیشه انجاماتت من چیاد؟ هیچ خواسته نی، چون همه خواسته‌هام انجام داده و انجام شده تا حالا. همین که ما البته مثلا اینجوری بگم، ما هیچ خواسته از خانواده‌مون نی جز همین ساپورت کرده، جز همین حمایته. چون ما چه انتظاری مشابه از ننمون به، چه انتظاری مشابه از بابامون به. تنها چیزی که ازشون معه که اینکه اون بفهمه، درکم بکنید و جلو ره ما نگلید، جلو این که ما تصمیمم گلت از زندگیم چه کاری بکنم نگلید. و خدا رو شکر من مشکلی هیچ وقتم نبوده و همیشه حمایت خانوادم بوده. امیدوارم که همیشه سالم به تو در کنار شما به سلامت. اگر وگرده و عقب چه کاری هیچ وقت انجام یاته تک زندگیت؟ ارزش داده به یه سری افراد، دوست خطاب کرده یک سری افراد، کسی های وارد زندگیم یکنم که هیچ سود و منفعتی به ما یاته. البته این درست نی که بگم که هر کسی که دوست آدمه باید منفعتی سه آدمش به، ولی به نظر ما شاید باید تجربه مکه یه سری چیزی ها که به این نتیجه رسیدم که ارزشش نی یک سری افراد تو زندگی آدم برید. درست. مثلا همین تو بگم چون تا ما تجربه نکنیم و من افراد نت داخل زندگیمو یا فهمیم که منا به قولن آدمیای اشتباهی بوست که ما ارزش مدایسه تو آدم مهمیت به قولن داخل زندگیمو، ولی در واقع مندا نبوده. بعد اینم تو تجربه نکنه یا فهمیم، واقعا تو تجربه نکنه یا فهمه. ولی واقعا اگر واگردم با عقب ارزشیتم به یه سری مسائل، به یه سری افراد، چون که مخربت، چون که اعتماد به نفس رو تگله، چون که از اون اهدافی که آیندت برنامه ریزیت کرده بوده جلو به من رأی اگله، جلو من اهداف واقعا اگله. چون نظرشون، چون نزدیکت دیگه، دوسته تو اسمش ات نده دوست، ات نده رفیق، نزدیک این آدم بالاخره هر روز تردد و تاثیر حداقل زنگ یک دو زد. دقیقاً. البته خیلی از حسادت هم حتی ما خب قبلنیو مثلا به این فکر مگه مگود که نه مثلا چون خب اصلا آدم حسودی نیم اصلا به هیچ عنوان، یعنی واقعا دوستم رفیقم یک چی بخیلی یا به یک جای برسی واقعا خوشحال دوام. فکر می‌کنم مثلا خیلی از آدمام دقیقاً همین دی چون خمید و این دی فکر کرده، بعدم فهمی که نه خیلی حسادت داخل بعضی آدمی‌ها هسته و بعضی وقتی‌ها چون که رفیقت روزانه باش ارتباطات هسته انگار که چطوری بگم تلو تاثیر انسی، یعنی تاثیر منفی هم جو هست این آدمی‌ها و به قول همین دو که گتا بهتره که آدم تجربه بکنه و یک سری افرادو اوش بشناسی داخل زندگی. خب از قدیم اگه دیگه قدیمی‌ها حرفای جالبی از دوست ناباب واسه همین چیا نابه زندگی آدم خرابه کو مخرب زندگی آدم. آدم تصمیم بگیره به یک، البته خب وقتی پاد نمات سن یعنی ته دهه 30 که وارد بودم
خیلی پخته تا بودم آقای ابو نجمی. درست. ما تو زندگی واقعا مشابه بگم خامادم، واقعا تجربه یک سری مسائل تو زندگی نم شخص خوم واجبات. حتی اگر واگردم با عقب دلمش نیز به اون تجربه یا کسب بکنم و تو زندگیم بید که بسیارم اذیت بستم، بسیار آسیب به ماش رس نده، اما باز اگم که واقعا نیازت که اینا تجربه بکنم. این افراد تو زندگی ما بید که ما بی نظیر الان بام که پخته تا بام آدم کامل تایی بعض وقتا همین آدمایی که گوتات یادتت که خود که یعنی انگار یک آینه یه تسه که خود واقعی تو مثلا ببینه. خب حالا با تمام این تفاصیلی که ما راجع به مردم حرف مزه، راجع به بقیه حرف مزه، راجع به دیدگاه مختلف حرف مزه، به نظرت چه داخل جامعه خمو تغییر بکو ششابه زندگی سه خمونیا و جوونیا راحت تواکو؟ اینکه پیرت جوونیا راحت بید، بیرت خوشون تصمیم بگیره تو زندگیشون، بیرت با دنیا، با تکنولوژی، با این عصری که گذشته ای پیشو چید تو تیا شابه بچود یک چیزی به قبولونه که مال ده قبل بوده، مال یک دوره دیگه بوده. بیرت راحت بید، جوونی ها خوشون بید، خوشون تصمیم بگلید چونه چه کاری انجاماته، چونه ازدواج بکنید، چونه پارتنر شو چونه چه کاری اوسه آینده شون انجاماته. اگه شو بیرت راحت بید، خیلی این جوونی هایی که ما شده دام، یعنی واقعا ته نسل خومون خیلی افسرده، خیلی ناراحتت، خیلی ناامید از آینده، خیلی درسته. خیلی و اکثرا هم جوونه با استعداد و با شور و شوقیت که به قولم به نظرم فهمیده دقیقاً، ولی انگار همونده که خودگوتا جامعهشو نیشته ای که خوشوبت داخل بعض موردی ها خونواده، داخل بعض موردی ها بینه حالا خود جامعه یا اجتماعی که داخل هید و متاسفانه این یک موزل خیلی گتیه که تغییر داداش هم خیلی کار سختیه و به نظرم فعلانی ها منای تاوان پس داده به خاطر واقعا منای تاوان داده و اینکه انشالله که برای نسل بعدی نسل خوبی بین از نسل ما که فکر بکنم دیگه گذشته کاش که ابو که حداقل مردم خوشون به خوشون رحم بکنه، خوشون یک جایی برای بخشش شده، برای درک بقیه شده. اینقدر مشکلات زیاده، اینقدر دغدغه زیاده، اینقدر بیکاری و این جوونی نسل خومم یکیشم، شما هم یکیشون. یادونی چقدر مشکلات زیادی، گرونی، بیکاری، فرهنگ غلط. ما باید باش کنار بره، فقط باید باش کنار بره و تلاش بکنه، یعنی هیچ رایت نی، فقط باید بپذیره، درک بکنه که این زندگی همینه، تو دسته که تجربه بکنه. متاسفانه درست. جای خشینی، یعنی یه واقعیتیه که باید بگه دنیا جای خشینی، اما تشابه که یه خورده نظر دیگران به نسبالت نگه که ما تغییراتم به فکر تغییر کسی نبه، فقط سعی بکنه که تمرکزت به نسل کر و زندگی نخود. خب بی نظیر سوال آخر مثل کمی جزئی‌تر شکنم و از خود بپرسم. دغدغه خود ارائه چه از نظر شخصی چه از نظر اجتماعی بس بدونم چیه؟ دغدغه ما اینه که اون بشابه ته زمینه خود رو هر روز یه چیزی بهتر یاد بگیرم، هر روز پیشرفتم بیشتر آکنم، موفقیتم بیشتر آکنم ته زمینه خود رو. اما متاسفانه اینقدر اوضاع بد بوده، واقعا ما ترسم هسته، ترس از کرامم هسته، ترس از آینده خردم، ترس از اینکه قرار چه اتفاقی بیفته، سه خوم، سه کرام، سه زندگیم. این مطمئنم این دغدغه خیلی از ما، هممون تقریبا یکی ابنه دغدغه کارش، یکی ابنه دغدغه زندگی و مسائل شخصی زندگیش هسته، اما بیشترین دغدغه ما تو زمینه کرامه. دقیقا خیلی ها کرده واقعا که قرار چو ببه، چون زندگی اینقدر هزینه‌اش زیاده، اینقدر چده جلو و توقفیش نیسته، با سرعت زیاد، دقیقاً با سرعت زیاد چده ای که ما جا وامودم، از به قول معروف از قافله عقب وامودم و میایی،
این اتفاق مثل بفتی اینی که تنها دغدغه ما ابه بگه همینه و همینم باعث بوده که جوونی ما حتی اوچام سمت افسردگی که ما از خیلی ها عقب وامودم، با وجود این که تو از خیلی ها عقب نمودا، کلا دنیاش همینه، همینه. خب بی‌نظیر است که برنامه رو کم دیگه تموم شکنیم. من از بشم شغلی که خود الانت هسته به جوونی هم سن سال خودمو پیشنهاد اکنه، مخصوصا حالا چون که خودم خانمه به خانمی ها پیشنهاد اکنه یا نه در حد 1 دقیقه و نیم تایمت هسته؟ ممنونم. قطعا پیشنهاد اکنم، ولی باید خیلی نترس بد، خیلی قوی بد، باید خیلی جسارت و شهامت شو بد که شو از پس این کره بره، چون کره بسیار پرچالش و پر از استرسیه از هر دوتی بریتا من شما بگم، اما کار بسیار باحالیه. یعنی ما خون به شخصه که خون خیلی دوتیام که عاشق تنشنم، واقعا عاشق چالشم، عاشق اینم که تکرم یه خورده بالا پایینم به، واقعا کار پرسود پر چالش و باحالیه و پیشنهاد اکنم دوتیا، اما نه هر دوتی، چون هر دوتی واقعا از پسش بریاد سختنیان خیلی زیاد بوده علاقه هموش بکه بچه بیستم واقعا اما پرسوده، این در نظر بگیری پرسوده، پول داره اگر چی قطعا پول داره. خب بی‌نظیر خیلی ممنون که دعوت ما رو قبولت که و داخل برنامه گپ خودمون شرکت که خیلی از همصحبتی باهات لذتون بود و کلی چیز جدید بهم اضافه بود، اطلاعات جدید بهم اضافه بود. امیدوارم که اپیزود پرباری بود از به شما بیننده ایام همیندا گپ خودمونی و تو نشابه داخل پلتفرم مختلف داخل سوشال مدیا دنبال بکنید.